خب، هوش مصنوعی، کلمه‌ای که این روزا همه جا میشنویم، درسته؟ تو گوشیامون، تو اخبار، تو هر صحبتی که در مورد آینده میشه، ولی واقعا یعنی چی؟ بیایید یکم عمیق‌تر بشیم، این جعبه سیاهو با هم باز کنیم و ببینیم پشت این کلمه بزرگ چه خبره. و اینجاست که به یه سوال خیلی اساسی میرسیم. آیا ما داریم بزرگترین ابزار تاریخ بشر رو میسازیم که میتونه بزرگترین مشکلاتمون رو حل کنه، یا نه داریم آخرین اختراع خودمون رو میسازیم، چیزی که شاید یه روزی از کنترلمون خارج بشه؟ ببینید، این سوال دقیقاً نشون میده که بحث چقدر جدی و بزرگه. خب، برای اینکه بحثمون یه ساختار خوبی داشته باشه، این مسیر رو با هم طی می‌کنیم. اول از همه، هوش مصنوعی اصلا یعنی چی؟ بعد میریم سراغ اهدافش، یعنی دنبال چی هستیم اصلا. بعد یه نگاهی میندازیم که چطوری کار میکنه، کاربردهاش تو دنیای واقعی چیه، و در نهایت میرسیم به بحث‌های داغ و مهمی که دور و برش وجود داره. خیلی خب، بزن بریم سراغ بخش اول. میخوایم یه تعریف ساده و سرراست از هوش مصنوعی داشته باشیم بدون اینکه درگیر کلمات قلم به سلمبه بشیم. خب، اگه بخوایم سادهش کنیم، کلیدواژه اینجاست: شبیه سازی. یعنی ما داریم سعی میکنیم هوش انسان رو توی یه ماشین بازسازی کنیم. هدف این نیست که فقط یه برنامه بنویسیم که یه کار خاص رو انجام بده، نه. هدف اینه که ماشینی بسازیم که بتونه مثل ما فکر کنه، یاد بگیره و مسئله حل کنه. این تفاوت اصلیه. و حالا میرسیم به اون هدف بزرگ و نهایی، چیزی که بهش میگن هوش مصنوعی عمومی یا AGI. فکرشو بکنید، این دیگه یه هوش مصنوعی نیست که فقط شطرنج بازی میکنه یا عکس تشخیص میده. نه، این یه هوشیه که تو هر کاری، هر کار فکری، حداقل به خوبی انسان عمل میکنه. این اون چیزیه که شرکت‌های بزرگ مثل OpenAI و DeepMind دنبالشن و خب اینجاست که بحثا واقعاً داغ میشه. خب، حالا که یه تعریف اولیه داریم، بریم سراغ بخش دوم. یه راه خیلی خوب برای فهمیدن هوش مصنوعی اینه که ببینیم اصلا محققا دارن تلاش میکنن باهاش به چی برسن، اهدافشون چیه. اگه بخوایم کلی نگاه کنیم، تحقیقات هوش مصنوعی روی 3 ستون اصلی بنا شده. یکی استدلال و حل مسئله، یکی دانش و سومی هم زبان. این 3 یعنی استدلال، دانش و زبان، هر کدومشون به تنهایی یه چالش فوق‌العاده بزرگه. خب، هدف اول، استدلال، یعنی کاری کنیم که ماشین‌ها بتونن مثل ما منطقی فکر کنن و به نتیجه برسن. ولی یه مشکل خیلی بزرگ وجود داره که بهش میگن انفجار ترکیبی. یعنی چی؟ تصور کنید یه بازی شطرنج. تعداد حرکت‌های ممکن تو هر مرحله خیلی زیاده، درسته؟ حالا تو مسائل واقعی دنیا این تعداد احتمالات سر به فلک میکشه. یعنی اونقدر زیاد میشه که حتی قوی‌ترین کامپیوترها هم نمیتونن همشو حساب کنن. این یه مانع خیلی جدیه. هدف دوم، دانش. یه هوش مصنوعی برای اینکه هوشمند باشه، باید یه عالمه اطلاعات از دنیا داشته باشه. انگار که یه کتابخونه بزرگ تو ذهنشه. ولی قسمت سخت ماجرا این نیست که بهش بگیم پاریس پایتخت فرانسه است. قسمت سختش یاد دادن عقل سلیم است. یعنی چیزایی که برای ما انقدر بدیهیه که اصلا به زبون نمیاریمشون. مثلا اینکه اگه یه لیوان آب رو برگردونی زمین خیس میشه. این دانش نانوشته بزرگترین چالش این حوزه است. و میرسیم به هدف سوم، زبان. پردازش زبان طبیعی یا همون NLP، یعنی کاری کنیم که کامپیوترها زبون ما آدما رو بفهمن، بخونن، بنویسن و با همون حرف بزنن. هر وقت از گوگل ترنسلیت استفاده میکنید یا با چت جی پی تی چت میکنید، دقیقاً دارید از نتایج همین تحقیقات استفاده میکنید. بسیار خوب، اهداف رو فهمیدیم. حالا سوال اینه این چیزا چطوری کار میکنن؟ بریم تو بخش سوم و یه نگاه ساده به جعبه ابزار هوش مصنوعی بندازیم. ببینید، یه تغییر خیلی بزرگ تو روش ساخت هوش مصنوعی اتفاق افتاده. قدیما روش این بود که برنامه‌نویسا می‌نشستن و قانون به قانون به کامپیوتر میگفتن چی کار کنه. ولی روش مدرن که بهش میگیم یادگیری ماشین دقیقاً برعکسه. به جای اینکه قانون بهش بدیم، یه حجم وحشتناکی از داده بهش میدیم و میگیم ببین اینا نمونه هاست، خودت برو الگوها رو از توش در بیار. این یه انقلاب فکری بود. و قلب تپنده این یادگیری ماشین مدرن چیزیه به اسم شبکه‌های عصبی مصنوعی. اسمش شاید پیچیده باشه ولی ایدهش ساده است. اینا مدل‌های کامپیوتری هستن که از ساختار مغز خودمون الهام گرفته شدن. یه سری گره‌های به هم وصل شده که وقتی بهشون کلی داده میدی، یاد میگیرن الگوها رو تشخیص بدن.
فرقی هم نمیکنه اون الگو توی عکس باشه، یه متن یا یه صدا. و این ما رو میرسونه به چیزی که این روزا خیلی سر و صدا کرده، GPT، همون تکنولوژی پشت چت GPT. GPT در اصل یه ماشین پیشبینی کلمه بعدیه. یعنی چی؟ یعنی روی حجم عظیمی از متن تقریباً کل اینترنت آموزش دیده تا فقط یه کار بکنه. حدس بزنه کلمه بعدی توی یه جمله چی باید باشه. شاید ساده به نظر بیاد، ولی وقتی این کار رو در مقیاس خیلی خیلی بزرگ انجام میدی، نتایجش واقعاً شگفت‌انگیز میشه. خب تئوری کافیه. بریم ببینیم این چیزا تو دنیای واقعی ما چه کاربردی دارن. از آزمایشگاه بیایم بیرون و بریم تو زندگی روزمره. تأثیر هوش مصنوعی واقعا همه جا هست. تو حوزه سلامت و پزشکی برای تشخیص بیماری‌ها، تو دنیای اقتصاد برای تحلیل بازارها، متاسفانه در کاربردهای نظامی و البته این اواخر تو هنر و تولید محتوا با چیزی که بهش میگیم هوش مصنوعی مولد که یه انقلاب به پا کرده. اگه میخواید قدرت این فناوری رو حس کنید، فقط به این یه نمونه نگاه کنید. تو تحقیقات دارویی برای بیماری پارکینسون، هوش مصنوعی تونسته فرایند اولیه پیدا کردن داروهای بالقوه رو 10 برابر سریعتر کنه و هزینه‌ها رو 1000 برابر کمتر. این دیگه یه پیشرفت کوچیک نیست، این یه جهش کامله. یا یه مثال دیگه که دنیا رو تکون داد، آلفافولد. ببینید، برای ساختن دارو ما باید شکل سه‌بعدی پروتئین ها را بدونیم. این یک کار فوق‌العاده سخت و زمانبر بود. ماه‌ها طول می‌کشید. آلفافولد از شرکت دیپ مایند گوگل اومد و این کار رو تو چند ساعت انجام داد. این فقط سریعتر کردن یه فرایند نیست. این یعنی ما داریم به جواب سوال‌هایی تو زیست شناسی میرسیم که قبلا فکر می‌کردیم غیر قابل حله. و البته میرسیم به هوش مصنوعی مولد، مدل‌هایی مثل دال-ای، میدجرنی و حالا سورا که میتونن عکس و ویدیوهایی بسازن که شما اصلاً نمیتونید از واقعیت تشخیصشون بدید. این هم یه دنیای جدید از خلاقیت رو باز میکنه و هم یه جعبه پاندورای جدید از نگرانی‌ها در مورد اخبار جعلی و اطلاعات غلط. خب همه اینها ما رو به بخش آخر میرسونه. شاید مهمترین بخش، یعنی بحث‌های بزرگی که هوش مصنوعی به وجود آورده، سوالای سختی که باید از خودمون بپرسیم. یکی از اولین و جدی‌ترین مشکلات سوگیری الگوریتمیه. این یه مثال واقعی و خیلی هم تکون دهنده است. چند سال پیش یه هوش مصنوعی که برای برچسب زدن به عکس‌ها طراحی شده بود، عکس آدمای سیاه‌پوست رو به عنوان گوریل شناسایی کرد. چرا؟ چون با داده‌های آموزش دیده بود که این سوگیری نژاد پرستانه توش وجود داشت. این نشون میده که هوش مصنوعی میتونه تعصبات دنیای ما رو بگیره و در مقیاس خیلی بزرگتر تکثیرش کنه. و وقتی بحثا جدی‌تر میشه به نگرانی‌های وجودی میرسیم. یه طرف ماجرا افرادی مثل استیون هاکینگ هستن. اون به وضوح هشدار داد که اگه ما به هوش مصنوعی کامل برسیم، این میتونه پایان نسل بشر باشه. یه هشدار خیلی جدی از طرف یکی از بزرگترین ذهن‌های دوران ما. اما اون طرف سکه هم وجود داره. افرادی مثل یان لاکون که خودش از پیشگامان هوش مصنوعی، این سناریوهای آخر زمانی رو مسخره میکنه. اون معتقده این ترس‌ها بیشتر شبیه فیلم‌های هالیوودیه تا یه خطر علمی واقعی. میگه این نگرانی‌ها بحث رو از مشکلات واقعی امروز منحرف میکنه. پس میبینید جواب ساده‌ای وجود نداره. برای همین این بحث رو با یه جواب تموم نمی‌کنیم، بلکه با یه سوال. همونطور که هوش مصنوعی داره روز به روز هوشمندتر میشه، ما چه سوال‌هایی باید از خودمون بپرسیم؟ چطور میتونیم از این ابزار قدرتمند به بهترین شکل استفاده کنیم و همزمان جلوی خطراتش رو بگیریم؟ این دیگه فقط سوال دانشمندان نیست. این سوالی برای همه ماست.